سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو طی کرده باشید و هفته خیلی رو به رشد و رو به توسعه رو داشته باشید. اول از همه تشکر میکنم بابت ویدیو قبلی که نگاه کردید، زحمت کشیدید، وقت گذاشتید، دیدید و خب حالا دوستانی که از نزدیک با من آشنا بودن نقطه نظراتی داشتن، مسائلی رو مطرح کردن که ما امیدواریم که از این به بعد بتونیم اون مسائل رو رعایت بکنیم و اون پیاده سازی‌هایی که لازم هستش رو انجام بدیم. عذرخواهی میکنم اول از همه این رو بگم بابت فضایی که فعلا داریم ازش استفاده میکنیم، تو ماشین داریم ویدیو رو تهیه میکنیم. قطعا لیاقت و شأن نگاه شما از این درجه خیلی بالاتر هستش و ما هدفمون این هستش که یک سری جاها و لوکیشن هایی رو تعبیه بکنیم و بتونیم اونجا ویدیو رو تهیه بکنیم و اونجا با شما صحبت بکنیم. در سندش هستیم، یه سری مسائل اتفاق افتاده. امید به خدا تو مراحل بعدی قطعا خیلی مسائل رو جلو خواهیم برد و شرایط رو خیلی بهتر خواهیم کرد. یک موضوعی رو بخوایم با همدیگه مطرح بکنیم برای شروع، اینکه اول از همه ببینیم که چه ذهنیت هایی میتونه وجود داشته باشه و اصلا ما چه تعریفی رو باید از مقوله فروش داشته باشیم. دیدگاه فردی با دیدگاه ریلی یا دیدگاهی که توی جامعه هستش خیلی متفاوته. من اول یه اشاره به دیدگاه فردی خودم میکنم، بعد وارد دیدگاه جامعه میشم. دیدگاه فردی خودم چیزی که در رابطه با فروش هستش، توی بایو پیج هم من بایو کانال عذرخواهی میکنم نوشتم فروش یک سبک زندگی است. به دید من، برای من مهدی ناطقیان، فروش یک سبک زندگیه. اگر من از خواهرم، از پدرم درخواستی داشته باشم که بخوان مثلا یه چایی به من بدن، یه لیوان آب بخوان به من بدن، در اصل این وسط داره یک خرید و فروشی اتفاق میفته. حالا این دیدگاه منه. چیزی که توی جامعه باش روبرو هستیم این موضوع نیست و نگاهی که در مورد فروش هستش نگاه به مراتب ضعیفتری هستش. خب ما باید یه موضوع در نظر داشته باشیم که بازار ایران یک بازار بیس سنتیه، یعنی بازاری هستش که تفکرهای سنتی توش حاکمه و این بازار برای توسعه توی یک سری از صنوف، توی یک سری از جهت‌ها یک اتفاقاتی براش افتاده، خب به سمت یک سری از مسائل حرکت کرده. یه سری مسائلی که بتونه یکم مدرنی‌تر داخل روند و فرایند خودش حل بکنه و بتونه یه سری نگاه‌های افقداری داشته باشه. حوزه فروش توی ایران یک حوزه ناپخته است. هنوز یک حوزه کامل نیست. ما هنوز نمیدونیم که از فروش چه چیزی رو میخوایم. نگاه عموما صاحبین کسب و کار بر این مبنا هستش که خب ما یه کالایی داریم تولید میکنیم، به فرض مثلا من این خودکار رو دارم تولید میکنم، این خودکاری که من دارم، این خودکار من دارم مثلا 10,000 تومان هزینه کاستش، هزینه تولیدش برای من در میاد. من اینو تو بازار اگر زیر 20,000 تومان بفروشم تو ضررم. باید مثلا 20,000 تومان فروش بره که من بتونم هزینه های قبلی خودم و هزینه های توسعه فروش این خودکار و توسعه تولید این محصول رو داشته باشم. خب این نگاهی که برای فروش هست. همه صاحبین کسب و کار همین رو میخوان فروش. همه میگن خب ما این محصول رو یا داریم تولید میکنیم، یا داریم وارد میکنیم، یا داریم تامین میکنیم. بنا به هر زمینه‌ای که بخواید اتفاقش رو در نظر بگیرید داریم تامینش میکنیم. خب حالا یکی بیاد برین بفروشه، یا فروشنده باشه اینو بره بفروشه. فروش صرفاً این نیست، اینکه یک محصول یا یک خدمت یا نوعی از محصولات یا نوعی از خدمات بخواد توی شرایط عادی به فروش بره. نه، اصلا این نیستش. در وهله اول ما دو زمینه فروش داریم. یکی زمینه برای کالاهاست، یکی زمینه برای خدمات. حالا یا این خدمات مرتبطه با اون کالاها یا نه خدمات جدایی هن. یا این کالاها مرتبطه با اون خدمات هن، یعنی پشتوانه اون خدمات هن، یا نه اصلا یه سری کالاهای جدایی. در مقیاس کلیش ما باید در نظر بگیریم که اینا هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره. ما اگر یک بستر فروشی رو میخوایم فراهم بکنیم و اگر میخوایم یک شرایط، یک ابیلیتی یا یک دستاوردی رو از اون محصول داشته باشیم، نگاهمون به تأمین مالی اون قضیه اصلا نباید باشه. صرفاً اصلا نباید اینجوری باشه. اون محصول
قراره یک افقی رو داخل بازار یا داخل جامعه تبیین بکنه. اون محصول قراره که یک زمینه‌ای رو ایجاد بکنه. اون ایجاد اون زمینه بعدش چه مسائلی رو در بر میگیره؟ آیا صرفاً فقط به وجود آوردن خودکار و فروشش داخل بازاره؟ خب این خودکار کجا قراره نوشته بشه؟ اصلا چه استفاده؟ خب چه استفاده‌ای داره؟ میشه با این خودکار نوشت. خب اوکی، برای این خودکار آیا دفتری وجود داره؟ باید دفتر حتما باشه یا نه اصطلاحاً یه تیکه کاغذ براش کفایت میکنه؟ همین. چی باید باشه؟ اونجا که خدمتتون عرض کردم گفتم کالا یا خدمات با هم دیگه مرتبطن، دقیقاً همینه. ما داریم یه خودکار داخل بازار تامین میکنیم. خب خودکار صرف وجودش نمیتونه برطرف کننده نیاز جامعه باشه. خب باید یه کاغذی هم باشه. دیدگاه صاحبین کسب و کاری که دارن مثلا خودکار تولید میکنن چی اینجا؟ ما داریم خودکارش رو تامین میکنیم، کاغذش رو برام فلانی بخرن، کاغذش رو فلانی تامین میکنه. خب تو اگر خودکاری داشته باشی که این خودکار روی یک نوعی از کاغذ بنویسه و روی اون نوع کاغذ نوشتن بتونه حتی دستخط کسایی که توی جامعه یه خورده ناخواناتر هستش از سطحی که توی جامعه وجود داره، بتونه حتی دستخطشون رو هم بهتر بکنه و این حس رو ایجاد بکنه که شما با خرید این خودکار و با خرید این کاغذ حتی میتونید دستخط خودتون رو بهتر بکنید. اون وقت چی؟ این اصلا ایده خاصی نیست، فقط فکر کردن به یک سری از مسائله. اصلا و تحت هیچ شرایطی ایده خاصی نیست. ما اگر بخوایم فقط صرفا یک سری از محصولات رو وارد بازار بکنیم و این محصولات هیچ راه گریز، هیچ راه رشد و هیچ راه به جاگذاری اثر خودشون رو نداشته باشن، ما عملا فقط تونستیم یه سری مسائل رو تامین میکنیم. همین. ما هیچ کار دیگه ای نتونستیم اون وقت انجام بدیم. خب راهکار چیه؟ چی کار باید کرد؟ اول درک جامع از مقوله فروشه. اگر ما درک جامعی از مقوله فروش نداشته باشیم نمیتونیم بشینیم به حتی همین موضوع خیلی ساده فکر بکنیم. اول بدونیم فروش چیه و فروش چه چیزهایی رو برای ما تامین میکنه. فروش کجاها دست ما رو میگیره. یه دیدگاه خیلی کلی که به نظر من بهتر همه آدم ها داشته باشن اینی که ما توی دنیا 8 میلیارد فروشنده دور هم جمع شدیم. هر کی داره به نوبه خودش یه فروشی انجام میده. نیروی نظامی داره جونشو میفروشه، سلامتیشو داره میفروشه، تامین امنیت میکنه، تامین قانون میکنه، قانون رو پیاده میکنه داخل جامعه. دکتر داره علمشو میفروشه، مکانیک داره علمشو میفروشه، رفتگر شهرداری داره تایمشو میفروشه، تایمی که میتونه کنار خانواده‌اش باشه داره میفروشه و در ازای اینا دارن یه مبالغی رو دریافت میکنن. آیا صرفا فروش اینه که تو یه چیزی از خودت یا علمت یا تایمت یا تواناییت رو در اختیار یک کس، یه سری از اشخاص یا جامعت بذاری و در قبالش پول بگیری؟ فروش همینجا تموم میشه؟ نه، همین دیدگاه هم وجود نداره. پس اول باید این دیدگاه پیاده بشه. وقتی که این دیدگاه پیاده بشه اون وقت همه چی عالیه. به نظر من اگر این اتفاق بیفته میشه حتی پیش بینی کرد که هیچ رکود اقتصادی ما توی دنیا تجربه نخواهیم کرد. ما توی موضوع مارکتینگ و تا حدودی هم تو موضوع برندینگ یه نکته ای رو از همه صاحبین نظر توی این قضیه میشنم که به نظر من نکته خیلی درست و مهمیه. جهانی فکر کن و محلی عمل کن. این باعث میشه که خیلی از مسائل در مورد محصول، کالا، خدمات یا هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت خیلی صحیح‌تر اجرا بشه، خیلی بهتر بازخورد گرفته بشه و این موضوع میتونه دستاوردهای خیلی زیادی رو برای تمامی صاحبین کسب و کار داشته باشه.
تا جمعه هفته آینده خدا نگهدارتون. ممنون وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که این نکات و نکاتی که تهیه کردیم بتونه شما رو خیلی رشد بده، خیلی توسعه بده. مرسی از نگاه زیباتون. شب خیلی خوبی داشته باشید. وقتتون به ثروت و سلامتی. خدا نگهدارتون.